نوروز. نخستین روز فروردین ماه. یعنی پیشونی سال نو. فرصتی که همه رخت تن را نو می کند. جامعه جان را از آلودگی و ناپاکی ها، از غبار کینه و قدرت پاک می سازد. زیرا جشن طبیعت است نوروز. یقین است که دیدن منظره های زیبا، شکوفه زدن گلها، حرکت پرندگان دل انسانیت را به وجد آورده. کوشیده است این همه را با هنر و اعجاز روی متا و چوب و کاغذ و مهم از همه روی دفتر دل ایجادکاری کند. ملت ما یکی از ملت‌های به حساب می‌رود که در زیبایی پرستی، فرهنگ، دوستی و احیای هنرهای مردم بسیار نقش بارز و سازنده داشت و دارد. باید گفت که طبق یک قطار مأخذهای تاریخی و حفریات باستانشناسان معلوم گردید که واقعا در طول تاریخ تاجیکان یکی از آن خلق‌های به حساب می‌روند که وابسته به هر حوادث طبیعت جشن‌های را آراستند. یکی از این جشن‌ها البته نوروز میباشد. حالا ببینید در شرایط امروزه که با ابتکار پیشوای ملت محترم امالی رحمان نوروز مقام بین المللی را کسب کرد و ما در فضای دولت ملی نوروز را با یک شکوهی ملی، با یک نمای ملی تجلیل میکنیم. خوشبختانه باز در همین دوران معاصر هم همین احساس زیبایی پرستی و فرهنگ دوستی مردم ما احساس می شود که به مناسبت نوروز هر گونه آیین ها و جشن های را اگرچند که به میراث گرفتند و تا امروز آنها را گرامی می دارند و استفاده می کنند و اجرا می کنند، اما در شرایط امروزه باز با در نظر داشت طلبات زمان با نوهای گوناگون هنر و هنرمندی رو احیا کردند و به این نوروز علاقمند نمودند. خب روایت ها درباره جشن نوروز پیدایش آن و شاه جمشید نسبت دادن آن گوناگون است، اما همین را ذکر کردن به مورد است که مثلا در دوران ساسانیان هنگام جشن گرفتن نوروز بازی سفیدی را با هوا سر می‌دادند، یعنی این رمزی خبر از نوروز بود و پادشاهان در جام‌های نقرگین یا که طلاگی خب که رمز سفیدی و دیگر رمز بود خب شیر می نوشیدند. یعنی این یکی از نشانه‌های رمزی عید بهار و جشن نوروز بود. همین چیز در خصوصیتی خب گلدوزی‌ها و سوزنی‌های مردم خیلی درج خیلی خوب یافتگی هست. خب در مردم ما گوناگون مثلا هست چکن از لباسواری‌ها، ادرس، اطلس و امثال این. یعنی اینها چه خصوصیتی ملی دارند. در چکن خب بیشتر زنها هنگامی که مثلا دخترشان به شوهر میبرند یا که مثلا فرزندشان را خانه‌دار میکردند، در آنها جمع می آمدن زنها و همه گلدوزی میکردند. این گلدوزی چی نقش و نگار داشت؟ پیش از همه این رمزی گل و سبزه و دیگر چیزها، یعنی رمزی بیدار شوی طبیعت و بهار را افاده میکرد. چون نوروز جشن طبیعت است، همین طبیعت الهام بخشیده به بانوان چیره‌دست و هنرمند. زیرا اگر مشاهده کنیم روی هر چکنی، قراقی و گلدوزی، نقاشی و کندکاری، گلهای بهاری، سه‌برگه و ریحان، پرواز پرندگان نقش آفری شده است. هنوز در عصرهای 3-4 پیش از میلاد
از قبرستان ناحیه فرخار پاره‌های متاعی یافته شده بود که در آن گل‌های بهاری با نزاکت و شیرین و زیبا دوخته شده بود. این نشان آن است که محض نوروز و احیای طبیعت در دل مردم مهر هنر و هنرمندی را بیدار کرده است و از قدیم تا به امروز بانوان کوشیدند که این هنرها را زنده نگاه بدارند. ایام بهار این یک ایام است که بیدارشوی طبیعت است. بعدی زمستانی که هنرمندان در خانه بودند و محصولات های داخلی هم بود که در داخل خانه می دوختند، وقتی که ایام بهار می شود از سر نه تنها طبیعت بلکه دل انسان نیز بیدار می شود و هنرمندان در همین فصل سال با آماده نمودن محصولات ها کمر می‌بندند، زیرا که در فصل بهار یکی از ایده های بزرگ نوروز عجم است که از قدیم الایام مردم تاجیک آن را جشن میگیرد. خصوصا کرته های گلدوزی و تاقی های گلدوزی شده، متاهای بافته شده الاچه و ادرس و اطلس محض برای فصل بهار آماده میگردید که در تجلیل جشن نوروز طلبگاران و از آنها خریداری نمایند و در جشنواره ها و لباس های نو و آراسته نوروز را جشن گیرند، زیرا نوروز این جشن پاکیزگی، جشن آراستگی می باشد. هر گونه سوزنی ها و هر گونه نقشه ها و نگاره هایی که ما در ایام نوروز در میدان ها و در خانه هامون و وسط اونها اون میدان ها و اون فضاها رو آرایش میبخشیم. مثلا در عهد پیش دادن این چیزا خیلی و خیلی کم به نظر میرسید. اکنون ببینید که در این درازای تاریخ، در مرحله های گوناگون تاریخ، نوروز از نقطه نظری هنر و هنرمندی خیلی فلسفه بوی رو از خود کرد. چرا؟ زیرا که در سیرشت و در محکی یا که در بطن فرهنگی مردم ما این همین زیبایی پرستی نقش بسیار باریز داشت، نقش بسیار کلیدی داشت. نوروز با نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم، گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. یعنی همین مثال در اون ifade می‌یابد که در چکن خب پیش از همه اگر ما مشاهده کنیم گل است، سبزه است و دوره و دایره های گوناگون شکل هست در اونجا. این چیز ifade می‌کند. در این پیش از همه همون به یک قرار آمدن عالمی خب کائنات و سیاره ها و امثال این است. یعنی آفتاب و مثلا مریخ و زهره و اینها وقتی که به یک قرار آمدن، در یک شکل جایگیر شدن، در یک دایره، در یک دوره، بعداً یعنی که عالم طبیعت به یک بیداری، به یک قرار آمده، بعداً روزی نو می شود. ان همین چیز در اون خیلی خوب درج یافتگی است. اولین نقش ها روی متا دوخته شده بودند، اما بعدتر رمزهای طبیعت افسونکار را مردم کوشیدند در روی قالین و نمد، شیرازه و چوب و دیگر اشیای روزگار گلکاری کنند. اگر ما کمی ژرفتر به گلهای دوخت این چکنی ها توجه کنیم، فصل بهار و رمزهای نوروز را در روی هر یک نقش می‌بینیم. یقین کرد که نوروز و بهار و احیای این هنرها به هم توأمند و همگی زاده نوروزند. امروز اتنوگراف‌های ما، مردم شناسای ما به این نظر هستند همین کاسگولی که در بالای پیشی بر کرته چکن انعکاس می شود، این کاسگول اینچنین در بالای دسترخوان نوروزی نیست تصویر می شد. گفتن آمد که دسترخوان نوروزی هم همین نقش را داشت. مثلا در منطقه جنوبی تاجیکستان همین نقش را داشت و این نقش معنای چی را انعکاس می‌کرد؟ معنای آفتاب را،
мо то зардуштия эътиқодманди як таълимоти бисёр оламгир будем бо номи меҳрапарастӣ ё митраизм ки имрӯз ҳамин чиз дар баъзе санъати ва меъмории мо инъикоси худшо мекунад. дар пеши бар медухтанд ва дар атрофи косагул резагулҳое ки ҳастанд, шумо масалан дар ин намунаҳо мебинед, ин резагулҳо ва ин косагул инъикоскунандаи имин осмон ҳаст. осмони ситоразор, офтоб, моҳ инро инъикос мекунанд ки дар айёми наврӯзӣ инро медухтанду духтаро, занҳо, кадбонувон инро медухтанд ва зеби майдонҳо мешуданд. ине майдонҳоро зеб медоданд, хонаҳои худро зеб медоданд. ва ин гулдузиҳо ҳам ки деворҳоро ба воситаи он деворҳоро масалан ором медоданд, инҳо дар якҷоягӣ як муҳит, як фазои хеле зебои наврӯзиро масалан таҷаллӣ мекард ки хотирмон буд. наврӯз яке аз қадимтарин идҳои мо аст ва ҳунармандӣ низ ба ӯ пайвастагӣ дорад. дар давраи наврӯз албатта илҳоми ҳунармандон зиёд мешавад ва онҳо кӯшиш мекунанд ки ҳунари худро сайқал диҳанд. ба мо ҳунарҳои қадимаи маълуманд ки то имрӯз мо онҳоро давом дода истодаем. мехостам атрофи ҳунарҳои сухан ронам имрӯз ки хеле ривоҷ ёфтанд дар давраи истиқлолият маҳз ва бисёр намоишҳои байналмилалие ки тоҷикистон дар ӯ иштирок мекунад, ҳунарҳои мардумӣ муаррифӣ мешаванд. ин махсусан дар масъалаи намоишҳои байналмилалӣ экспо гуфтан ҷоиз аст ки аз соли 2000 дар ганновер, 2005 дар япония, соли 2010 дар шанхай, соли 2019 дар пекин ва маҳз имсол дар ҷопон боз намоиши байналмилалии экспо баргузор мегардад ки аллакай мо ҳунарҳои мардумӣ, ҳунармандони тоҷикистонро ба он ҷо равон кардем ва дар он ҷо муаррифӣ мешаванд. агар ба таърихи мо нигарем, аз азал занҳои тоҷики мо бисёр ҳунарманд буданд. ҳар нақше ки офариданд, дар ҳар нақши онҳо бисёр маъниҳои чуқур ноҳуфтааст. албатта мо дар фасли баҳор метавонем ҳунарҳои мардумиро зиёдтар бинем ва зиёдтар истифода кунем ва худ ҷашни баҳор, айёми гулшукуфонӣ метавонад ба ҳар як ҳунарманд як илҳоми нав бахшад ва агар гӯем ки фасли баҳор фасли эҷоди ҳамаи ҳунарҳо ҳаст, хато намекунем. асосан ҳунармандон вобаста ба табиат кор карда ҳар як чизе ки ба онҳо маъқул аст онро рӯи маҳсулоти хеш мебароранд. масалан дар болои рӯбандҳое ки дар то миёнаи асри 20 дар водии қаротегин, дарвоз ва минтақаи кӯлоб маъмул буданд, як расме гулдузӣ карда шудааст ки таърихи асотириам дорад. ин расми симурғ дарахти ҳаёт мебошад ки масалан аз бедоршавии табиат, замин. чунин дар сарчашмаҳои таърихӣ чунин ривоят ҳаст ки дар асоси маҳз ана ҳамин нақш ки гӯё ки дарахти ҳаёт дар болои замин истодааст ва ҳангоми пухта расидани донаҳои ҳаёт симурғ бол мезанад ва донаҳои ҳаёт болои замин паҳн мешавад. ё ин ки нақшҳое ки бо кандакорон болои чӯби дарахт кандакорӣ мекунанд, нақшҳои ислимии бо ҳам пайваст ки рамзи дарозумрӣ, рамзи сарсабзиро доранд, ба табиат, ба бедоршавии табиат, ба фасли баҳор, ба диду, ба эҳсосоти ҳунарманд бахшида шудааст.
дар аҳди қадим низ чун имрӯзҳо мардум дар наврӯз майли либоси наву идона доштанд ва ба ин хотир эҷоде чун гулдузиву зардузиҳо дар риштаи хаёлашон падид омада, чун рустанӣ гулҳои баҳорӣ хаёлҳояшон ҳам гул мекарду зебоӣ меофариданд. ҳамин аст ки сарчашмаи аксари ҳунарҳои нафисаи дастӣ ба наврӯз рабт доранд, зеро маҳз табиати зебову шукуфон дар ин намунаи ҳунарҳо нақшофарӣ шудааст. мардум бевосита хусусан занҳо модарони мо анҳамин аламу анҳамин армони миллии худа барои ин ки гум нашавад дар зардузиҳо, дар масалан болопӯши гаҳвораҳо, дар анҳаминҳо дарҷ карданд ки дар миллат монад ва аз насл ба насл, аз модар ба духтар, аз духтар ба духтар ва ба набираҳову ба хоб наслҳои дигар ҳамин чиз хеле хуб омада расид. ҳамин чизҳо бевосита рамзҳои гуногуни миллии мо ифода мекунад ва ин чиз гум нашуданашам сабаби анҳамин чизҳои хеле хуб ифода мекунад. барои он ки инҷа боз мо ба хусусияти миллӣ бармегардем ки ҳар як ҳунарманде ки хоб анҳамин унсурҳои миллии мо ҳис кард, пеш аз ҳама як ориёи асл, як тоҷик буд. و کوشش میکرد که انمون چیزی که از گذشتگان آموزد آورده به این رساند. یعنی نوبسته از اون که این یک خب میراث ملی بود، یک چیزی بود، یک رمز دیگرگونی طبیعت بود. مردم ما که از آغاز یک مردم خردپرور و خردمحور و دانش دوست بودند و به طبیعت، به عنصرهای طبیعت بسیار کنجکاوانه از روی خرد نگاه میکردند. ببینید تخیلات خودشان رو در هنر خود انعکاس کردند. مثلا همین ایامی وقتی که نوروز نزدیک می آمد، مردم ما هنوز نگفته نماند که شروع از صدا، مخصوصا زنان هنرمند ما با تیار کردن لباس‌های نوروزی شروع می‌کردند. این لباس نوروزی چی بود؟ قبل از همه مثلا در منطقه بدخشان، در منطقه کلوب، وقتی که ما منطقه کلوب میگم تنها شهر کلوب در نظر نداریم، این وادی کلوب و دیگر منطقه‌های تاجیکستان مخصوصا بالوآب وادی زرافشان، شما بدونید که گلدوزی‌های مخصوص و چکن‌های مخصوص بود که ارتباط و علاقه‌مندی داشت به همین مردم و هنوز پس از صدا حرکت آماده می‌کردن همین رو. زردوزی نیز از شمار هنرهای مردمی است که رمز بهار و نوروز را دارد. سال به سال مردم کوشش می‌کردند تا هرچه زیباتر تمام نقش و نگار بهاری را در روی متا درج نمایند و در برابر رشته‌های رنگارنگ همچنین زر و رشته‌های طلارنگ را نیز احیا کردند که باز هم زیباتر و دلرباتر بهار و نوروز روی متا جلوه می‌کرد. من در موضوع رشد هنری کندل میخواستم سخن رانم، چون که اینکه از سرهای 13-14 معلوم است و در آخر عصر 19 و اول عصر 20 از طرف رسام خلقی تاجیکستان میرزا رحمت عالیمov از نو احیا گردید و حالا در اوج اعلا است. ما مخصوصا در موضوع نوروز در نقش ها در سالهای اخیر در کندل ها مصوره ها موضوع نوروز جای خاص خود را دارد. اینجا مینیاتورنگاران بودند که در همون تصویرهای خودشان، در آثار خودشان نوروز را، بهار را، گل را همچون یکی از رمزهای نوروز و بهار بسیار زیبا تصویر میکردند که این را ما مثلا در همون آثار باقی مانده آنها که در بالای کتاب‌های از نو نشر نموده بستان و گلستان و شاهنامه حکیم فردوسی و دیگر اثرها که تصویر نمودن این را بر علا مشاهده میکنید. یا که همون تصویرهایی که از کمال الدین بهزاد تا به امروز باقی مانده است. البته از مانی تا زمانی ما یگان اثر باقی نمانده است، اما در سبک مانی مثلا کمال الدین بهزاد خیلی زیاد تصویرهای را انجام داده است که همون انعکاس میکند نوروز رو، بهار رو، سمنک رو، طبیعت روشن رو، یعنی طبیعت زیبای بهار رو.
چمن چمن ریب و رنگ بهار است روی نقش هر یک هنرمند. اگر پیشینیان کوزه و کلال را ساده و عادی آفریدند، بعدتر محض بهار و احیای طبیعت سبب شده که گرد آن را هنرمندان نقش آفری کردند. با گل‌های نسرین و نسترن کلالی‌ها را آرایش دادند که نمود زیباتری را کسب کرد. در شیرازه‌ها رمز بهار و نوروز به شبهه عیان است که آموختن و از بر کردن شکل این دخته‌ها از هنرمند بودن نیاگانمان درک می‌دهد. وابسته از اون که رمزهای ملی ما نه فقط در اطرس و ادرس و چکن و کنگره ها و معماری آمده رسید و در نقش و نگار و دیگر لباسواره ها، خصوصا در شاهان، در ملکه سراسم یا اینکه در شاهان دیگر در تاج آنها. و عجب این نیست که همین رمزهای ملی بهاری که در امروز در ما هست در تخت جمشید درج یافته باشد. اینها خصوصا عناصر ملی که هستند در همین چیز درج می‌یابند. اگر ما به تمامی هنرهای مردمی خود نگریم، در آن چی بافندگی باشد، چی قراقدوزی، چی گلدوزی، چی کندکاری یا هنرهای دیگر، در همه آنها ما یک زنده شوی طبیعت را احساس میکنیم. به زنهای هنرمند من پیشنهاد کردنی هستم که نوابسته از دانستن نازکی های هنر خودشان باید حتما ادبیات را، تاریخ را و زبانهای خارجی را خوب دانند، چون که دانستن ادبیات برای معاشرت، برای معرفی کردن هنری خودش بسیار کمکی خوب میرساند. دانستن تاریخ باشد برای یک هنرمند برای چی لازم است. وقتی که هنرمند اگر تاریخ را خوب داند، هر یک نقش و نگار چی معنا دارد و در کجا استفاده می شود و به کدام سن و سال وابسته است، کدام رنگ ها چی معنا دارد، آن را درست استفاده برده می تواند. اگر زبان های خارجی را خوب داند یک هنرمند، حاضر ما که سالهای رشد سیاحی هست و کشور ما خارجیان به نهایت زیاد می‌بینند. یک هنرمند وقتی که هنرش را به نمایش می‌گذارد، وقتی زبان خارجی را خوب می‌داند، می‌تواند که هنر خودش را پوره و خوبتر به دیگران معرفی کرده تواند. اگرچه تمام این نمونه هنرهای دستی از دوران ساسانیان و سامانیان رایج بود، متاسفانه تقاضای زمانی شد و قریب که این هنرها از بین رفته بود و محض تلاش و کوشش‌های عاقلانه پیشوای ملتمان سبب گردید که این همه اعجاز دست انسانیت از نو زنده گردید و نه تنها احیا شد، بلکه جهانیان را این نمونه هنرهای مردمی در حیرت گذاشت.
زمان استقلالیت بعدی پایدار گردیدن تاجیکستان صاحب استقلال سرور دولت به هنرمندی و هنرهای مردمی دقت جدی داد و چون یک اقدامی نیک پیشه کرد این اعلان گردیدن سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی که برای احیا کردن از نو احیا کردن هنرهای مردمی بود به هنر ملی تاجیک یک تکانی جدی داد. در این اساس هنرمندان یک پیشروی کرده محصولات خویش را توانستند به بازاری نه تنها داخلی بلکه به بازار جهانی پیشنهاد نمایند و ما امروز در قطار دیگر دولت هایی که از هنرهای مردمی خویش در بازارهای جهانی پیشنهاد میکنند امروز هنرمندان ما نیز به بازارهای جهانی مالهای خویش را برآورده رقابت پذیر کرده ایستادند. امروزها وقتی طراحان ما لباس ملی را به خارج از کشور با دید و آمیخته کردن مد امروز پیشنهاد میکنند، مردم انگشت حیرت میگزند که چگونه با دست انسانیت میتواند چنین زیبایی آفرد. میراثی از نیاگان گرفته سبب شد که امروز تاجیکستان در جهان باز هم از روزنه دیگر پدید آمد. در برابر عالمان و ورزشگران و صنعتکاران، طراحان و هنرمندان نیز معرفگر ملت خویش گردیدند. تمام نمونه‌های هنرهای نفیسه دستی را در لباس ملی به عالمیان پیشنهاد کردند و سزاوار بهای بلند مردم دنیا گشتند. وظیفه ما هنرمندان در چی است؟ ما می توانیم نسل نو را با آموختن هنرهای مردمی زنده گردانیم و نسل به نسل می توانیم که آن را ادامه دهیم و به طور زمانوی می توانیم آن را رشد دهیم. برای ما آموزگاران ساحه مد در این زمانه به حد شرایط خوب فراهم آورده شده است که ما می توانیم هم مد زمان معاصر را با هنرهای مردمی یکجا کرده پیشکش مردمی تاجیک نماییم. امروزها ما نوروزی را به نمایش هنرهای دستی و طعامهای بی‌نظیر تاجیکانه تصور نمی‌کنیم. این شهادت از آن می‌دهد که محض جشن نوروز است که هنر و صنعت و فرهنگ نیاگان ما را خود حفظ کرده تا به امروز نگاه داشته است و همین مقدسات است که از تاریخ بای و غنی ملت تاجیک درک می‌دهد.
واقعا نوروز روزگاری کهن زندگی را از سر میگیرد و زمانه و موجودات گیتی حیات جدید مییابد. دوره یعنی سال از زندگی انسانیت به پایان رسیده مرحله تازه شروع می شود. خوشا که با این انجام یافتن و آغاز گردیدن ها تمام این هنرها، این اعجاز دست انسانیت از بین نرفته، بلکه با شکل و طرح تازه تر تا به امروز رسیده است و باور است که با این ذوق و استعداد و مهارت و احساس ملی و خودشناسی که مردم تاجیک دارد نمیگذارد این نمونه عالی آفریده دستان نیاگان هنرمندانش به نابودی رود، بلکه آن را چون گوهرک چشم حفظ کرده و نام و نشان اجدادان خود را در صفحه تاریخ عالم نگاه می‌دارند. در کتاب آداب و رسوم نوروز رضای شعبانی آمده است: هر که روز نوروز جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی گذراند. یعنی همین جشنگیری و فضای عیدانه و صحن زیبا آراستن از قدیم بود که ما را امروز به شادی ها رساند و حالا هم هر یک پیر و برنا تنتنه نوروز را با پیراهن های عیدانه انتظار می شوند. مهم از همه این زیبایی ها را خودش با دست و انگشتان مهینش آفریده، آن را به بر کرده، آمدن روز نو و سال نو را با پوشیدن لباس عیدانه و نو، با چهره خندان و شکوفان، با دل پاک و تازه و صمیمی، با دسترخوان پر از انواع شیرینی پیشواز می‌گیرد، با آن امید که تا نوروز دیگر این شادی و نشاط کاشانه اش را ترک نکند. همین وقتی که خوب درخت گل میکرد، سبزه میدمید، مردم باور به آن داشت که الکی و سردی های پسی سر کرد و به گرمی آمد و همین جشن های در وی خودش استفاده میکرد. و خب هنرمندان ما هم در همین شکل، یعنی از پدر به پسر میراث ماند و آنها همین نمونه های عالی مردم خود در این افاده کردند.
همین رسوم و سنت‌های جالب و ماندگار نیاگان ما بود که اینک نوروز جهانی گردید. اکنون همه جا عاشق نوروزند و مقدم آن را فرخ و فرخنده می‌دانند. پیروزی گرما به سرما غلبه آفتاب را با رنگامیزی درج می‌کند در هنر با ایجاد دست و آن را یعنی پیراهن‌ها را به بر می‌کنند در نوروز تا این گل‌ها، این آفتاب، این گرمی به دلها اثر کند. در عالم دل سرد نباشد. دلها به هم گرم و مایل و تنتنه نوروز کند عالم را قایل.